درود دوستان و همراهان گرامی، به کانال آوای مینا خوش آمدید. داستان زن بد. مردی بود که احمد خانش می‌خواندند. زنی داشت بسیار کژخلق و بد. مردم به او میگفتند احمد خان، تو آدم خوب و عاقلی هستی، ولی زنت با همه سر دعوا دارد و کسی را به خانه‌ات راه نمی‌دهد. خجالت نمی‌کشی؟ سرانجام روزی احمد خان به زنش گفت پارسال اینجا گندم انبار کرده بودم. نگاه کن ببین ته گودال چیزی از آن گندم باقی مانده یا نه. زن به روی گودال خم شد و احمد خان به درون آن گود هلش داد و خود تنها به خانه برگشت. شب وجدانش ناراحت شد و به خود گفت هرچه باشد این زن توی خانم زحمت کشیده، بروم و خوراکی برایش ببرم. صبح برخاست و غذایی و طنابی برداشت و به طرف آن گودال رفت و چون به آنجا رسید در دل اندیشید که خب ببینم زنده است یا نه. طناب را توی گودال فرو آویخت و کمی منتظر شد و بعد بالا کشید. احساس کرد که چیزی سنگین به طناب آویخته و به خود گفت یقین زن من است. طناب را بیرون کشید و دید ماری بسیار بزرگ به آن پیچیده. مرد خواست طناب را به درون گودال رها کند که مار بنا کرد به خواهش و استغاثه که مرا توی گودال نینداز. من به زحمت از دست آن زن کژخلق و شروری که دیشب به درون گودال پریده جان به سلامت به در بردم. مرا با خود ببر، روزی به کارت خواهم آمد. احمد خان حرف مار را گوش کرد و او را با خود به خانه برد. مدتی گذشت. روزی مار به او گفت ای احمد خان، من میروم و به دور گردن دختر پادشاه میپیچم و هیچ کس نمیتواند او را خلاص کند. وقتی که جارچی جار زد که کیست دختر پادشاه را نجات دهد، بگو من نجاتش میدهم. آن وقت بیا و مرا از دور گردن او باز کن تا پادشاه طلای فراوان تقدیم تو کند و ثروتمند شوی. بدین سان سزای خوبی که در حق من کردی خواهی دید. احمد خان رضا داد. مار به درون خوابگاه دختر پادشاه خزید و به دور گردن او حلقه زد. پادشاه همه حکیمان و افسونگران و پزشکان را دعوت کرد، ولی از عهده هیچ کس کاری بر نیامد. پادشاه چون چنین دید جارچیان را به هر کوی و برزن شهر فرستاد تا جار بزنند که هر کس بتواند دختر پادشاه را از مار نجات دهد، پادشاه دختر را به زنی به او خواهد داد. آنگاه احمد خان داوطلب شد و گفت من میتوانم. احمد خان را به دربار بردند و او وارد خوابگاه دختر پادشاه شد. دید دخترک افتاده و مار به دور گردن او حلقه زده است. مار چون احمد خان را دید دخترک را رها کرد و به احمد خان چنین گفت اگر بار دیگر به دور گردن دختری پیچیدم مبادا بیایی و نجات او را بخواهی، اگر بیایی خفت میکنم. احمد خان با دختر پادشاه عروسی کرد. جشن عروسی 7 روز و شب برپا بود. خب آنها را در خوشی و شادی میگذاریم و میرویم ببینیم مار چه میکند. مار باز به خوابگاه دختر پادشاه سرزمین همسایه آنها خزید و خواست او را خفه کند. همه اهل قصر پادشاه به یاری دختر شتافتند، ولی هیچ کس نتوانست کاری از پیش برد. در آن میان یکی از خادمان گفت در کشور همسایه ما احمد خانی هست که فقط او میتواند این بلا را رفع کند. پی احمد خان فرستادند. او سخت وحشت کرد و به خود گفت حالا چه کنم؟ اگر نروم پادشاه مرا میکشد، بروم مار خفم میکند. سرانجام تصمیم به رفتن گرفت. وارد خوابگاه دختر پادشاه شد و
دید مار به دور گردن دخترک پیچیده و چیزی نمانده که خفش کند. همین که چشم مار به احمد خان افتاد خواست به او حمله ور شود و خفش کند. ولی احمد خان رو به او کرد و گفت من برای نجات دخترک نیامدم، بلکه آمدم خبرت کنم که زنم از آن گودال بیرون آمد و میخواهد تو را پیدا کند و بکشد. مار به محض شنیدن این سخنان دخترک را رها کرد و به شتاب گریخت. دوستان، از اینکه تا این داستان همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفاً با لایک و نظرات زیباتون از ما حمایت کنید. خوشحال میشیم ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. ایام بکام.